خیلی بزرگواری کردید به دست. درس بزرگی به ما دادید امشب. توبه رو فراموش کرده بودیم. نمیفهمیدم که یک بچه 13 ساله این وجب بیشتر قدش نیست. امشب به من پیرمرد میگه الهی یا الهی این بخون، الهی یا الهی یا الهی، الهی توبتا قبل المماتی. شاید اینا که سرودم خوندن اکثرا بچهای فقیر باشن، از نظر مالی ضعیف باشن، ولی هیچ کدومشون نگفتن که ما 10 نفریم، نفر 2000 تومان و ما بودیم تا سرود بخونیم. ولی اون لوتی که میاد، اون خواننده بی نماز و بی تقوایی که میاد، اینا نماز عشاشون هم خوندن، با وضو آمدن از تو مسجد آمدن. من قطعا میدونم. برو عزیزم، برو که تو سخنرانی کردی نه من. $100,000 تومان بیانه میگیره، 500,000 تومان هم برای یک شب که بیاد کنسرت معصیت اجرا بکنه. چک 2 میلیون تومان هم سفید میگیره، چک که اگر کسی تو عروسی شراب خورد، آمد مست شد، ارگش و جازش و نمیدونم گیتارش خورد کرد، چک تضمینی داشته باشه. نامه هم داره از منکرات، از مفاسد. ما میخوام عروسی برگزار کنیم، شادیه. چی میگی؟ بازم میگی این عروسی بده. پول داری؟ زور داری؟ نفوذ اجتماعی داری؟ جیره خور داری؟ پرورش اندام میری؟ دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا و خدا دوست داره، تو قرآن گفته و پیغمبرش هم صلی الله علیه و سلم گفته که برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا با هم مسابقه بدید. فاستبقوا الخیرات، سابقوا الی مغفرة من ربکم. تعبیر دیگه بکنم، دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن شکر خدا. شکر از خودت نشان بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند دوست داره هر نعمتی که تو استفاده کردی آثار اون نعمت در زندگی تو ببینه، در حرکات تو ببینه، در سکنات تو ببینه، در نگاه تو ببینه. آثار نعمت میخواد بر تو ببینه. کجاست آثار نعمت؟ یقه باز کردن این آثار نعمته؟ عروسی مبتذل و بی تقوایی که میشه، باور بکنید من تو جامعه هستم، فکر نکنید با ملا میگردم یا 24 ساعت تو 4 دیواری مدارس دینی و مساجد هستم. طوری نیست. من تو جامعه هستم. عروسی غیر اسلامی و غیر سالم که میشه، از ساعت 1 بعد از ظهر دیگه 5 تا موتور و 4 تا موتور و 3 تا موتور و همه 2 پشت و 3 پشت. از ساعت 1 بعد از ظهر بعضی پلاستیک دستشونه، بعضی قوطی دستشونه، آماده کردن، حالا سرگردونن. حالا ساعت 1 بعد از ظهره، همه تو خونه ها هستن، پدر و مادرها، ولی بچه هاشون با موتور تو کوچه ها، آدرس دارن کجا. از ساعت 1 ظهر حالا دنبال خریدن، دنبال جا میگردن. امشب فلانجا عروسی ارگه، جازه، سازه. ساعت 2 شد، ساعت 3 جا پیدا میکنن، 10 نفر با هم میشینن میخورن. دونگی دیگه، هر کسی چیز آورده.
یکی قوطی آورده، یکی پلاستیک آورده، یکی هم دیگه نمیدونم چه بهش میگن رو، خودشون میگن این چیزایی، میترسم بگن دیگه، بگن شیخ هم باشون شریکه، از بس که دیگه من باشون شریک نیستم، ولی خب من میشناسم بچهای ما هستن، وقتی که حالشون دیگه عروسی تمام میشه، بعضی هاشون که حالا خیلی با هم صمیمی هستیم درد دلم میکنن. وقتی که خوردن دیگه دنبال چی میگردن الان؟ کی میدونه بگه؟ خوردن، موکدبر، کابل، نیشپول. میدونه چیه نیشپول؟ کابل میبنده زیر پیراهنش یا دیمپو، هم نفر یک موکدبر تو جیبشون. از خونه که حرکت میکنه شرابم خورده یا از تو اون کوچه، هر کدوم یه موکدبر یه کابل دور کمرشه. با این نیت میره سر عروسی. حالا تو میخوای عروسی برپا بکنی که از همون ساعتیه که بعد از ظهرش چه؟ ولی عروسی های سالمه، ساده، طبق رضای خدا. از اون روستا میخواد مثلا لاف بیاد، میگه طوری بریم که نماز عشا تو مسجد جامع قشم بخونیم، بعد از نماز سنتام بخونیم، بریم مستقیم سر عروسی که معطل نشیم. این کجا اون کجا؟ طوری بریم که نماز عشامان یا تو راه میخونیم یا تو مسجد قشم میخونیم، که بلا فاصله بعد از نماز بریم تو، یعنی با وضو میاد از اونجا که حرکت میکنه، بریم که اول زود برسیم، اول سخنرانی دینی برسیم. شرط نیست من سخنرانی بکنم، نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. شیخ امینی میخواد صحبت بکنه، شیخ انصاری میخواد صحبت بکنه، شیخ کاملی میخواد صحبت بکنه، ما نگاه بکنیم چی گفت، نگاه نکنیم کی گفت. ما عادت کردیم که نگاه بکنیم کی داره صحبت میکنه. هی جماعتی بلند بشه تو مسجد دیگه بشینید به خاطر الله، ولکن چه بی سواده. تذکر داره میده الله. تو بنگلادش هم ما دیدیم طرف اصلا نه عربی بلد بود نه فارسی، بنگالی، سلام علیکم گریه میکرد، سلام علیکم یعنی السلام علیکم، بعد دستی بلند میکرد با آسمان، الله الله الله، دعا نه ترجمه میخواد، الله سلام علیکم دعا، ترجمه نمیخواد که. در بندر عباس، یکی از محلات بندر عباس، سال گذشته سر یک سراحی اونجا عروسی بوده، همه مست بودن. یه نفر مست بوده از بیرون میاد، خنجری دستش بوده، میاد تو جمع مست دیگه، کسی اینطوری داره میکنه تا میرسه به یک جوانی اونجا، تق میزنه گردنش، همونجا تو عروسی میکشدش. وقتی گرفتن حکم اعدامش صادر شد، همه التماس میکنن نه ببخشیدش گناه داره. حالا رضایت بدید شما، حالا اون که بر نمیگرده، حالا اشتباه کرده ما معذرت میخوایم، اون زده ما معذرت میخوایم. ترحم های کاذب، واسطه های کاذب. در که خداوند میگه ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ای اهل خرد، اهل عقول، در قصاص گرفتن برای شما حیات هست.